أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب ما و شما 5 درس گرفتیم و همچنین 5 بابهای صرفه را و حالا باشد الباب السادس باب ششم و همچنین درس ششم را خواهیم گرفت. پس میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما درباره باب ششم چی میگوید. هر کسی که این کتاب را دارد پس صفحه 5 را نظر بیندازید. در صفحه 5 صاحب کتاب میگوید که الباب السادس، یعنی که باب ششم از 22 باب صرفی. همچنین ناگفته نماند که این باب ششم آخرین بابهای ثلاثی مجرد هست. ما 22 باب را 4 قسم تقسیم کرده بودیم. قسم اولش که ثلاثی مجرد بود 6 باب بود. این آخرین بابهای ثلاثی مجرد است. امروز انشاءالله درس ثلاثی مجرد را، بابهای ثلاثی مجرد را به آخر میرسانیم. درس آینده از ثلاثی مزید انشاءالله شروع خواهیم کرد. و باب ششم این صاحب کتاب میگوید که وزنه، یعنی ترازویی که ما باید باب 6 را بکشیم فعل یفعلو هست. ترازویی که باب 6 کشیده می شود فعل یفعلو هست. حرف عین را فقط دقت بدهید، حرف عین را دقت بدهید در فعل ماضی و در فعل مضارع. اکنون صاحب کتاب میگوید که حسب یحسب موزون همین ترازوی ما هست. یعنی مثال کلمه که ما برای باب 6 آوردیم حسب یحسبو هست. چطوری که در درس گذشته گفتیم باب یکم نصر ینصر، باب دوم ضرب یضرب، باب سوم فتح یفتح، باب چهارم علم یعلم، باب پنجم شرف یشرف یا کرم یکرم. و این باب چی است؟ باب ششم. باب ششم که حسب یحسبو می باشد. حسب یحسبو. خب صاحب کتاب اکنون برای ما و شما علامتاش بیان میکند. پیش از اون که علامت این را بگیریم اولا 1-2 مثال برای این باب 6 بگیریم. مثلا که ورث یرث یا ورع یارع. اکنون این مثال های برای همین باب ما هست. اما ناگفته نماند که این باب ششم همگی تقریبا 13 یا 15 کلمه دارد. 15 فعل است و بس. این بسیار نیست. کمترین کلمه در باب 6 است که بعدا انشاءالله بابها را به خاطر چی ترتیب گذاری کردیم و سببش چی است انشاءالله در آخر درس بیان خواهم کرد. لیکن حالا یادتان باشد که کمترین کلمه در باب 6 است. بعضی علما میگن 11 13، بعضی میگن 15 تا است. 15 کلمه است و بس. و باز این 15 تا میگن همش مثال واوی است. فقط یک تا حسب یحسبو صحیح است، همین را گرفتن مثال باب آوردندش و خلاص. دیگر باقی مانده همش مثال واوی است. مثلا ورث، ورع، وثق، ولی، همه اینها ولع همش میگن مثال های واوی هستند، یعنی که به حرف واو سر می شود باب ششم. خب اکنون در اینجا ورثه، چرا این واو کجا شد؟ و یریثو میگیم. یو اصلش چی است؟ اصل این یوریثو است. یوریثو. ببینید
اکنون این واو کجا شد؟ واو نیست. این واو رو ما از بین بردیم، هم در این مثال هم در این مثال. ببینید هر دو مثال واو نیست. واو رو ما از بین بردگی هستیم. چرا از بین بردیم؟ این رو انشاءالله بعد از این کتاب صرفی میره که میخونیم در اونجا بعد مثالاش میاریم، قاعده هاش میاریم و تصریف عزی را خوندیم با تفصیل تر میفهمید و شذل عرف و شافیه ابن حاجب را که خوندید بعد دیگر کاملا میفهمید که این کجا شد و کجا رفت. اما حالا همین قدر بدونید که اینجا واو هست و واو از بین رفتگی است. واو از بین رفتگی است که اصل این یورثو است. واو رو ما از بین بردیم. خب این مثال صحیح گفتیم ندارد، مثال واوی است اکثرا، برای همین خاطر مثال های آوردگیمون مثال های واوی شد و فقط حسب یحسبو از فعل صحیح سالم است و بس. خب صاحب کتاب اکنون چی میگوید؟ میگوید و علامته، اکنون نشانه باب ششم. ما باب ششم رو چخیل بشناسیم؟ نشانهش چی است؟ از کجا بدانیمش؟ میگه نشانهش همین است. این نشانه را میگه در ذهنت بگی ان یکون عین فعله مکسورا فی الماضی والمضارع. میگوید که عین فعل نگاه کنید، این حرف عین، این ترازوی مد عین فعل، در این حرف سین عین فعل است، کسره است. در اینجا حرف را عین باب است و در اینجا حرف را همچنین عین باب است. ببینید همه اینها کسره هستند. در فعل ماضی کسره است و همچنین میگه در فعل مضارع هم عین باب کسره هست. ببینید عین و سین ببینید عین باب و حرف ر را ببینید عین باب و حرف را ببینید عین باب، همه‌شان کسره هستند. پس از همینجا ما دانستیم که این از باب ششم است و بس، یعنی این از باب ششم است. نشانش همین است. در فعل ماضی هم عین کسره دارد، در فعل مضارع هم عین کسره دارد. فعل یفعل، حسب یحسب، ورث یرث، ورع یرع. دیدید؟ پس اینها میشوند چی؟ باب ششم. اکنون صاحب کتاب میگوید که و بناؤه ایضا للتعدیه غالبا. بنای این باب میگد، ساخت این باب به مثل باب یکم، دوم، سیوم، چهارم غالبا متعدی می آید و گاه لازم می آید. ما شما متعدی و لازم را دیگر میدونیم، حاجت به بیان کردن و قاعده اش را گفتن نیست. اما مثال برای متعدی ببینید، دقت بتید. مثلا میگوید که حاسب زیدون عمران فاضلا. ببینید حاسبه، همین حاسبه معناش پین داشت. ورثه ارث برد، صاحب شد. ورع با تقوا شد، از گناه و معصیت دور شد. پس حاسبه پین داشت، یعنی فکر کرد. حاسب زید عمرا فاضلا، یعنی پین داشت زید که عمر بزرگ است و فاضل است، انسان با فضل است. یعنی زید فکر کرد که عمر انسان با فضل است. اکنون دقت بتید، اینجا دا میگیم حسب فعل ماضی مبنی علی الفتح، یعنی که این اصل از نحو است، لیکن ما در اینجا در کتاب جا کردگی که هستیم اعرابش را حسب فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. عمرا مفعول به اول، فاضلا مفعول به ثانی. ببینید زید فاعل است، عمر مفعول یکم است، فاضل مفعول دوم است. پس حسبه دو مفعول طلب میکرده است، دو مفعول برای خودش میگرفته است، چطوری که ما و شما حالا دیده ایستادیم. اکنون معلوم شد که فعل حسبه متعدی بوده است، یعنی به یک مفعول و به دو مفعول گذشته است. معلوم شد که فعل حسبه متعدی بوده است. اکنون برای لازم مثال میارد، میگوید که وثقه. ببینید وثقه زیدون، وثقه زیدون یعنی اعتماد کرد، باور کرد زید. اکنون نگاه کنید، وثقه فعل لازم است. وثقه یعنی اعتماد کرد و باور کرد زید، اعتماد کرد زید.
باور کرد زید. اکنون وثیقه فعل لازم است، ببینید مفعول به ندارد، پس این فعل لازم است، زیرا که مفعول به ندارد، زیرا که فاعل نگذشت. این فاعل را که گذشت شد متعدی، این که نگذشت شد لازم. پس فعل وثیقه فعل چه بوده است؟ فعل لازم. خب این فعل، این باب 6 بعضی وقت متعدی بعضی وقت لازم می اومده است، چطوری که بیان کردیم. اکنون بعد از این اعراب می آید. حسیبه و اعرابش رو خواندیم و بیان کردیم. هر کسی کتاب رو دارد میتوند که خودش بخواند. و اعراب وثیقه هم همچنین وثق زید وثق فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، زید فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. خلاص این جمله به پایان رسید. خب اکنون بیایید ما و شما از این باب اون اشتقاق های 12 گانه را میگیریم، میبینیم که به چه طریق میآید. یعنی درس امروزه ما و شما به آخر رسید که باب 6 فعل یفعل و حسب یحسبو می باشد. اکنون از حسب یحسبو ما وقتی که میخواهیم اشتقاق های 12 گانه را بگیریم چطور میگیریم؟ ببینید فعل ماضی حاسب، فعل مضارع یحسبو، اسم فاعلش می شود حاسبون. ببینید اسم فاعل چی می شود؟ حاسبون. و اسم مفعول می شود محسوبون. اینا را ما و شما دبیدان قاعده هاشون خوندگی هستیم. محسوبون. جهت می شود لم یحسب. ببینید لم یحسب. نفی می شود لا یحسب. فعل چی است؟ فعل نفی. امر می شود احسب، یعنی پندار، فکر کن، احسب. نهی می شود لا تحسب، فکر نکن، اندیشه نکن، لا تحسب. و اسم زمان و مکانش با یک وزن می شود محسبون، به مثل ضرب یضربو است. محسبون. ببینید به مثل ضرب یضربو که اسم زمان و مکانش مضربون میشد، اگر از این ما مصدر میمی بگیریم میگیم محسبون. و اگر که محسبون بگیم اسم زمان و مکان است، محسبون بگیم اگر اسم مصدر میمی است. اسم حالتش محسابون یا محسابون. چطور گفتیم که اینها را اسم حالتش چطوری که عرب گفتگی است ما باید همون طور بگیم. اصلا به لغت برمیگردیم که اسم حالتش چی است، اما به همین یا محساب میشود یا محسب. و بعد از این اسم تفضیل است. اسم تفضیلش میشود احسبو. اینش قیاسی است، اینش آسان است که ما میدونیم که بر وزن احسبو، بر وزن افعلو اسم تفضیل می آید. ببینید احسبو اسم تفضیل. اکنون شما اینها را در کتاب در دفتر نوشته کنید. اکنون که حسب 14 صیغه‌اش را، یحسبون 14 صیغه‌اش را، حاسبون 6 صیغه، محسوبون 6 صیغه، لم یحسبو 14 صیغه، لا یحسبون 14 صیغه، احسبو 6 صیغه و لا تحسبو 8 صیغه دارد. فعل نهی فعل نهی 8 صیغه دارد. اسم زمان و مکان محسبون محاسب 3 صیغه دارد. خلاص اسم حالت همچنین 3 صیغه دارد، محسابون محاسب. و اسم تفضیل 6 صیغه دارد که احسبون حسبیان حسبیاتون. با همین پس حسیبه را ما تصریفش را گرفتیم. اکنون در اینجا اشکال در وریثه و وریعه می شود. یک تا اینها را کار میکنم به خاطر در دفترتان نوشتن این را دقت بتوید. ورثو یگان اشکال ندارد. اینا چخیلی که می نویسید حسیبه را همون طور می نویسید، یگان چرا حذف نمی کنید. لیکن در یریثو در فعل مضارع حذف میکنید. یریثانی یریثون، تریثانی یریثن، تریثانی تریثون، تریثانی تریثن، اریثو نریثو. این 14 صیغه فعل مضارعش است. بعد وارثون اسم فاعل، موروثون اسم مفعول،
فعل جهدش لا یرثو رنگ فعل مضارع است. فعل نفیش لا یرث فعل جهد، لم یرث فعل جهد است. لا یرثو فعل نفی است. و فعل امر، اشکال در فعل امر داریم. ما گفتیم قاعده همو بدون در یادتون بیارید، گرفتن آسان است. ما گفتیم از فعل مخاطب میگیریم. پس تریثو این فعل چی است؟ مخاطب است. ما گفتیم فعل امر با دو عمل میگیریم. عمل اول نگاه میکنیم آخر اگر حرف صحیح باشد ساکنش میکنیم، پس آخرش ساکن میکنیم. ببینید ساکن. و عمل دوم حرف مضارعت رو میگیریم. حرف مضارعت رو گرفتیم و نگاه میکنیم اگر که حرف بعد مضارعت مایلی حرف مضارعت اگر که متحرک باشد امر تمام میشود. پس همین ریف فعل امر است. ریف یعنی ارث ببر، فعل امر هست. پس فعل امر در اینجا شما بنویسید که ریثا ریثو ریفی ریثا ریثنا، این 6 صیغه فعل امرش است. فعل وریع به مثل همین است. رع رعو رعی رعا رعنا، این 6 صیغه فعل امر وریع هست. یعنی رع معناش که با تقوا شو، پرهیزگار شو، از معصیت گناه دور باش، ورع را پیشه کن. رع فعل امرش است. رع یا مرد، رعا دوتا، رعو مردها، رعی یک زن، رعا دو زن، رعنا شما زنها. چطور که اینها را در بدان با تفصیل خواندگی بودیم. با مثل همین دیگراش کار کرده می شود که دیگراش یگان اشکال ندارد و یگان مشکلی در دیگراش دیده نمی شود. با همین درسی امروزه ما و شما به پایان رسید. بنده می خواهم اکنون 6 باب گذشته را خلاصه اش را در اینجا برای شما در آخر این درس بیان بکنم. اینها را حذف میکنیم. 6 باب را ما و شما میبینیم که چی طور هست. دقت بتید. خلاصه 6 باب گذشته، یعنی که درس 6 باب 6 خلاص شد. اکنون میگذاریم به فایده ها. ببینید شما دقت بتید برادران، ما و شما باب ها را گرفتیم. فاعل، ببینید ف و عین و لام. ف و عین چی است؟ لام است. ف و عین و لام. و این یک ترازو بود. و ترازوی دویم معذرت میخوام این را پایینتر نوشته کنم. ببینید ف و عین و لام. و اینجا همچنین ف و عین و لام. و اینجا همچنین ف و عین و لام. شما این را دقت بتید زیرا که اینها بسیار برای ما حرکتاش مفید است. 6 باب اکنون خلاصه میبراریم. دقت بتید. مثلا فعل، ببینید فعل داریم، فاعل داریم، فاعول داریم. نه فعلای ماضی همین 6 صیغه میشد. خب اکنون این 6 صیغه این فعل ها باید اصلا ثلاثی مجرد 9 صیغه شود، 9 وزن شود. 1 تا 2 تا 3 تا، 1 تا 2 تا و همچنین 3 تا. و این هم به مثل همون 1 تا 2 تا 3 تا. اصلا باید 9 صیغه بیاید زیرا اینکه عین را کسره 1 فتحه 2 ضمه 3 تا 6 تا و 3 تا 9 تا باید شود. اکنون دقت بتید که در اینجا ما چیکار کردیم. فعل اکنون می شود فعل مضارعش به این طریق نوشته می شود و حرکتش را بعدتر میگذاریم با بابهایش که کدام بابها هستند. دقت بتید این وزن ها را و این کلمه ها را که اکنون خلاصه میبریم که کدامش هست و کدامش وجود ندارد از این بابها. دقت بتید. و 6 تا شد و اینش 7 و اینش 8 و اینش 8 و این آخرین 9 تا. اکنون دقت بتید اینها را حرکت گذاری میکنیم تا اینکه بفهمیم که مقصد ما چی است. فعل می شود
علو می شود یفعلو می شود یفعلو و این هم همچنین یفعلو یفعلو یفعلو. خب اینش هم به مثل همون یفعلو یفعلو یفعلو. اکنون دقت داده چند تا شد؟ همگی 9 تا. اصلا باید فعل های ثلاثی مجرد 9 تا باشن، اما چرا 9 تا نیستند و ما میگیم 6 تا است و بس. دقت بدید این مسئله را. فعل اگر عین با فتحه باشد در فعل ماضی، در فعل مضارع یفعلو می آید بابی چند ای؟ بابی یکم. یفعلو می آید فعل یفعلو بابی یک، فعل یفعلو بابی دو، فعل یفعلو بابی سه تا باب شد. اکنون فعل یفعلو بابی چند ای؟ بابی 5. فعل یفعلو این کلمه ما در زبان عربی نداریم. فعل یفعلو این طور کلمه هم در زبان عربی با این وزن وجود ندارد. دقت دارید؟ اکنون اینجا اهمیت بدید. فعل یفعلو همچنین در فعل یفعلو در زبان عربی این طور کلمه وجود ندارد. فعل یفعلو باب چنده؟ باب ششم درس امروزه ما و شما. فعل یفعلو باب چنده؟ باب 4. دقت دادید؟ اکنون خلاصه درس ما همین است. فعل فعل مضارعش 3 نمود می آید. همین طور بابا داریم که باب 1 و 2 و 3. اما فعل فقط یک تاش را داریم. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو نداریم. این طور 2 باب ما در زبان عربی نداریم و فعل یفعلو هم نداریم. اگر عین باب در فعل ماضی کسره باشد در فعل مضارع ضمه نداریم، اما در فعل ماضی کسره باشد در فعل مضارع کسره باشد داریم. باب ششم حسیبه یحسیبو. و فعل یفعلو اگر در فعل ماضی کسره باشد در فعل مضارع فتحه باشد داریم. علم یعلمو. پس این باب ها را داریم. دقت بدید. ما اکنون فعل یفعلو نداشتیم، فعل یفعلو نداشتیم، فعل یفعلو نداشتیم. 3 باب را نداریم و باقی مانده 6 تا میماند که داریم. اینها را نام هاشون باب های ثلاثی مجرد هست که بنده در آخر این درس باب ششم صفحه 5 الخلاصتو گفته همین مسئله را بیان کردگی هستم که فعل که باشد یفعلو داریم، یفعلو داریم، یفعلو داریم. اگر فعیله باشد اگر یفعلو باب 4 داریم، یفعلو باب 6 داریم، اما یفعلو نداریم. از فعیله 2 باب داریم خلاص. اما از فعوله باشد 1 تا داریم که فقط فعوله یفعلو، اما این 2 تا باقی مانده وقت این 3 تاش وجود ندارد. از این حساب این 3 تا را پرت گفتیم. از 9 باقی میماند چند تا؟ باقی میماند 6 باب. پس این باب ها رو میگویند 6 بابی ثلاثی مجرد. و همچنین در اینجا یک فایده دیگر این را در ذهنتون داشته باشید، در دفتراتون کار کنید. این براتون بسیار مفید است که هر جای یک فعل دیدید فعوله هست دیگر شما انیق و با تاکید میدونید که فعل مضارعش یفعلو می شود و بس، یفعلو نمی شود. این دیگر انیق میدونید. یا دیدید که فعیله هست انیق میدونید که یفعلو نمی شود فعل مضارعش، یا یفعلو هست یا یفعلو هست. از این حساب این مسئله را بسیار دقت بدید و این را در ذهنتون جا کنید. این را از بین میبریم. باز یک فایده دیگر برای باب ها را که چرا ما باب 1 2 3 4 گفته نامگذاری میکنیم و چی فایده دارد. زیرا اینکه بعضی از گمراه ها، بعضی از انسان های تنبل میگویند که این چی فایده دارد برای ما. وقتی که ما باب ها را از یاد میکنیم فایدهش چی است؟ فایدهش همین است که عربی را درست میخوانی. فایدهش همین است که عربی را درست میفهمی. طایفه گمراه ها و تکفیری ها و خبیثا قطعی همراه نمیشوی. خب ببینید
باب یکم، باب یکم بابی چی هستی؟ نصاره، نصاره. باب دویم، باب دویم بابی ضربه، ضربه. باب سیوم بابی فتح، 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 فتح. باب چهارم علم، علم، علم. باب پنجم، باب پنجم حسن، حسن. باب ششم، باب ششم چی است؟ حاسبه، حاسبه. این 6 تا باب است. اکنون چرا ما گفتیم نصره یکم باب، ضربه دوم، فتح سیوم، علمه چهارم، حسنه پنجم، حسیبه ششم؟ چرا این گپا گفتیم؟ نمیشد که این فقط فعل لازم است در اول میمونده میگفتیم که حسنه فعل لازم است از این متعدی نمی آید در اول بیستد، این کارو میکردیم نمیشد؟ نه. چرا؟ به خاطر چی نمیشد؟ به خاطر آنه که این فعل هایی را که شما میبینید در زبان عربی بسیارترین کلمه ها، فعل های زبان عربی به این نصره قطعی برابر است. یعنی درجه اول در نصره است. بسیارترین کلمه های عربی بر وزن نصره است، بر باب نصره در مانند است بسیارش. بعد درجه دوم در این می ایستد، درجه سیوم در فتحه، درجه چهارم در علمه، پنجم در حسنه، ششم در حسیبه. گفتیم حسیبه همگی یا 13 کلمه دارد، بعضی میگن چند کلمه دارد؟ 15 تا. آخران پسترین کمترین کلمه در همین باب 6 است. 13 تا دارد یا که چند تا؟ یا 15 تا کلمه فعل دارد و بس. دیدید اکنون فایده اش چی بوده است؟ فایده اش همین است، برای خاطر علمای لغت همین ترتیب را گذاشتن و باب ها را به همین طریق شناختن. این یک فایده. بسیارترین کلمه را میدونید که از نصره است. و دوم فایدهش همین است که وقتی که شما لغت را میکوبید، مثلا یک کلمه را شما مثلا میخواهید قتله را، قتله مثلا مثال ببینید در لغت گفته است که قتله، یا مثلا همون کلمه مشکل تر بگیریم، مثلا قاف سین دال. ببینید اکنون این را در لغت میبینید که حرکت موندگی نیست، قاف و سین و دال است. پس ما بگیم قصده یقصدو است، یا قصده یقصدو از باب دوم است، یا قصده یقصدو از باب سیوم است، یا از باب چهارم، پنج، از کدامش بگیریم؟ بعد در لغت میبینی که نوشتگی است که قصده از باب ضربه است، ضربه، ضربه. اکنون میدونی که قصده وقتی که وزنش ضربه باشد، قصده فعل مضارعش می شود که یقصدو، و مثل ضربه یضربو. دیدید؟ اکنون دیگه شما میتونید که فعل مضارعش ببرارید. اکنون در بعض لغت ها حرکت ها موندگی نیستن، فقط همین باب نامش میگیرن خلاص. برای همین خاطر شما باب ها را به همین طریق از یاد کنید و حفظ کنید. پس این هست درس امروزه ما و شما. باب ها را یک بار مختصر میگیم، ثلاثی مجرد به همین با آخر است. درس آینده ثلاثی مزید رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. باب یکم نصر ینصر، باب دوم ضرب یضرب، باب سیوم فتح یفتح، باب چهارم علم یعلم، باب پنجم حسن یحسن، باب ششم حسب یحسب. به همین 6 باب ثلاثی مجرد با آخر رسید و از الله حنان و منان برای هر کسی که این درس را آماده کرده ایستاده است برایشان توفیق و ذهنی قوی و فهمیش درست از الله خواهان هستم که براتان الله سبحانه و تعالی ذهنی درست و فهمیش درست و ذهن قوی الله براتان نصیب بگرداند که اینها را حفظ کنید. اینها را فایده‌اش بعد میفهمید. و مثل یک مثال در آخر میارم، به همین درس و پایان میرسانم و معذرت میخوام برای درس وقتش طولانی شدن. ببینید وقتی که ما خانه میسازیم، اول زمین را 1 متر 2 متر میکنیم. اون فایده اش چی است؟ فایدهش در آینده بعد که خانه را که خیزاندی بعد فایدهش میفهمی. اکنون انا همین ها را که از یاد کردی، وقتی خلاص کردی، وقتی در کتاب های عقیده در آمدی، تفسیر در آمدی، حدیث در آمدی و در کتاب های علمی در آمدی، بعد فایده اینها را میفهمی که در اونجا چی فایده داشته است. اکنون نصره چی بوده است و ضربه چی بوده است و فایدهش چی بوده است و چرا این کار کردند و به خاطر چی